محمود عظیمایی روزنامه‌نگار و مستندساز از تورنتو با ما هست. آقای عظیمایی، شما خودتون روزنامه‌نگار هستین، شناخته شده هستین. این اتفاق دقیقاً مشابهش برای شما هم افتاد. بعد نمی‌بینم که در درجه اول به ما بگید از تجربه شخصی خودتون و اینکه از آنچه که بر سرتون اومد چه متوجه شدید؟ بله همینطوره. برای من همین اتفاق دقیقاً مشابه افرادی که در گزارش شما اومده بود افتاد. من پاییز سال گذشته برای یک سفر کاری به یک کنفرانس علمی میرفتم و در فرودگاه تورنتو در واقع قسمتی که کنترل آمریکا هستش از من بود و بعد من گفته شد که و بعد این اتفاق باعث شد که سفر بعدی من مکزیک بود. من در فرودگاه ساعت‌ها طول کشید تا تونستم در واقع منو به اصطلاح کلیر کنن و بگن که مشکلی نیست و تونستم وارد بشم و با دوره برگشت همینطور. یعنی تمام چیزایی که شما در گزارشتون اومده بود چیزاییه که خب همه ما تجربه کردیم. بعد نیست به اون بگید از تبعات این وقتی که به اون لیست اضافه میشیم. به عنوان شما به خدمت سربازیتون رو در سپاه کردید و حالا به این دلیل به اون لیستی که حالا واچ لیست بهش گفته میشه اضافه شدید. تبعاتش چه هست؟ آیا فقط سفر به آمریکاست یا اینکه نه شامل نقاط دیگه هم ممکنه سفر کنید این مسئله آزارتون بده؟ فقط آمریکا نیست. آمریکا فقط سفر به آمریکا در واقع ممنوع میشه برای این افراد. اجازه بدید من یه ذره اطلاعات بیشتری بدم در مورد این دیتابیس واچ لیست. این دیتابیس بعد از 11 سپتامبر آمریکا این رو درست کرد برای اینکه افرادی که مشکوک به فعالیت‌های تروریستی هستند رو به این دیتابیس اضافه کرد که برای ورودشون به آمریکا کنترل کنه. این دیتابیس کم کم بزرگتر و بزرگتر شد و لایه‌های بیشتری رو گرفت، انواع مختلفی گرفت. مثلا اون نو فلای لیست معروف در آمریکا، کسانی که اصلا به هیچ وجه حق سوار شدن به هیچ پروازی و هواپیمایی رو ندارن، اون دیگه بدترین حالتشه. یک طبقه دیگه‌ای داره، یه زیر مجموعه دیگه‌ای داره این لیست به اسم سلکتیو لیست یا مثلا لیست منتخب که افرادی که ایرانیانی که خدمت سربازیشون رو در سپاه انجام داده باشن به این لیست اضافه میشن. تلویزیون CBS پارسال یک گزارش خیلی مفصلی منتشر کرد که در مورد این دیتابیس بود که چه تبعاتی داره و تو گزارش گفتش که این دیتابیس رو آمریکا با 64 کشور دیگه به اشتراک میذاره و بعضی از این کشورها مسافرانی که در این لیست باشن رو موقع ورود بازجویی میکنن، بازداشت میکنن و حتی ممکنه که دیپورت کنن. و در واقع همینجور که خودتون هم گفتین تمام سفرهاست، یعنی بیشتر سفرهایی که شما به تمام نقاط دنیا میکنید این 64 کشور تعداد کمی نیست. این اتفاق میفته و شما ممکنه مورد بازجویی قرار بگیرید، ممکنه مورد بازداشت موقت قرار بگیرید و ممکنه اصلا به راهتون ندن در نهایت. و تمام این حالت‌ها رو گروه‌های ایرانی که در واقع با این مشکل مواجهن حالت مختلفش رو تجربه کردن. در کانادا به هر حال بحث اضافه شدن نام سپاه پاسداران به این لیست سازمان‌های تروریستی هم بارها مطرح بوده. دولت‌های مختلفی در استرالیا هم همین بحث مطرح بوده. پیشینش مشخصه که به چه دلیل اونها به دنبال چنین چیزی هستن، ولی آیا این مسئله، این نگرانی برای افرادی که در سپاه خدمت کردند وجود داره که شرایط اونها رو سخت‌تر بکنه و آیا در کانادا در مورد این مسئله هیچ گونه قرار نیست کاری انجام بشه؟ چون دولت از مسئله شما کاملا آگاه باید باشه، درسته؟ همینطوره، دولت کاملا آگاهه. تمام افرادی که مثل من چند سالی دارن درگیر مشکل هستن همه تلاششون رو کردن. هر کسی با نماینده مجلس خودش، نماینده پارلمان کانادا استانی یا فدرال تماس گرفته. من همینطور من با یکی از نماینده‌های پارلمان که دسترسی داشتم وقت ملاقات گرفتم، مفصل صحبت کردم. همونطور که جاستین ترودو توی مراسم سالگرد قربانیان هواپیمای اوکراینی گفتش که داره تلاش میکنه که به صورت ریسپانسیبلی، یعنی در واقع به یه شکلی که بتونه جوانبش رو کنترل کنه سپاه رو به این لیست اضافه کنه و خیلی اینو توجیه کردن به این معنی که بتونن قوانین رو اصلاح کنن که افرادی که بیگناه هستن، افرادی که ممکنه تحت تاثیر چنین قانونی قرار بگیرن اول حذف بشن. ولی خب متاسفانه خیلی ها یک لابیگری خیلی شدیدی وجود داره که
اینطور وانمود کنند که این تصور رو جا بندازن که خدمت سربازی در سپاه در ایران اجباری نیست و داوطلبانه است و به این طریق در واقع دارن تلاش میکنن پارلمان‌های مختلف مثل پارلمان کانادا، پارلمان اروپا و استرالیا رو توجیه کنن و متقاعد کنن که لزومی نداره قانون‌ها تغییر پیدا کنه و میشه سپاه الان به لیست اضافه بشه. مثلا مجله فارن پالیسی روابط خارجی در سال گذشته یه مقاله منتشر کرد که گفته بود که 70% سربازانی که در سپاه خدمت میکنن همراستا هستن از نظر ایدئولوژیک با سپاه پاسداران و بقیه 30% هم به نوعی گفته بود که چندان بیگناه نیستن به خاطری که خودشون انتخاب میکنن برن سپاه. که خب کسانی که در ایران زندگی کرده باشن و در ایران سربازی رفته باشن میدونن که چنین چیزی درست نیست و اینها متاسفانه فقط برای اینه که مسیر رو برای ایجاد چنین قانونی آماده کنن. من با نماینده پارلمان فدرال یکی نماینده پارلمان فدرال کانادا که صحبت می‌کردم از من دقیقاً همین رو پرسید. گفت به ما میگند که سربازی در سپاه به اختیار خودتون بوده، شما خودتون انتخاب کردید که برید و خب من تلاش کردم توضیح بدم که اینطور نیست، ولی این در واقع این فکریه که داره جا میفته برای اینکه این قانون رو بتونن اجرا کنن و خب طبیعتاً تصور کنید قانونی که فقط در آمریکا در حال حاضر وجود داره باعث میشه که شما به 64 کشور دنیا سفرتون به مختل بشه و حالا اگر تمام این کشورها یعنی جامعه اروپا، کانادا و استرالیا چنین چیزی رو بپذیرن قاعدتاً سفرهای افراد به این تمام این نقاط مورد مشکل مواجه میشه و شاید اصلا نتونن سفر کنن. ضمن اینکه یه نگرانی دیگه وجود داره اینه که کسانی که شغل‌هایی دارن که نیاز به بررسی‌های امنیتی جدی داره به خاطر که دسترسی به اطلاعات حساس دارن در کانادا ممکنه شغلشون رو از دست بدن یا اصلا نتونن در مورد وقتی اقدام میکنن در نظر گرفته نشن. آقای عظیمی خیلی کوتاه اگه بتونید، ظاهرا این مشکل برای افراد تحصیل کرده بدتر هم هست، برای اینکه در ایران وقتی که با مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا وارد آدم خدمت سربازی رو میخواد انجام بده، یعنی بعد از اون 2 سال قطعاً یه سطح بالاتری رو در اون مراتب نظامی ممکنه که بهش بدن که همین داستان طنز تلخ ظاهرا اینه که بدتر او رو با مشکل مواجه میکنه. این درسته؟ همینطوره تو بازجویی ها میپرسن که درجات چی بوده و خیلی اتفاقا حساسن به این قضیه و اتفاقا براشون خیلی عجیبه، یعنی نمیتونن بپذیرن مگر میشه که شما برید سربازی اجباری و بعد مثلا درجه بگیرید بشید صدفاً 2 مثلا به خاطر که مثلا لیسانس داشتید یا فوق لیسانس داشتید یا دکترا داشتید و این مسئله اتفاقا قضیه رو حساس‌تر کرده. متاسفانه به نوعی سربازان سابق سپاه احساس میکنن یه جوری در واقع الان گروگان سپاه هستن همچنان در کانادا در زندگیشون در مهاجرت. ممنونم از شما محمود عظیمایی، روزنامه‌نگار و مستندساز با ما.